علت انتصاب یوزارسیف به پیشکاری قصد که جایگاه مهمی است و مردی با تجربه و کارآمد را می‌طلبد چیست؟ از زمان آغاز بیماری هونیفر تمام امور قصد به دست یوزارسیف انجام می شود. او برای من هم پیشکار خوبی است و هم مشاوری حکیم. و مشاوری داناتر از او ندیدم. مشاور؟ یعنی در مواقع ضروری میتوان با یوزارسیف مشورت نمود. خداوند هونیفر را در آرامش ابدی قرار دهد. منظور یوزارسیف کدام خداوند است؟ شما با من کاری داشتید؟ بانو زلیخا شما را احضار کرده است. شما بروید، خواهم آمد. جناب یوزارسیف منتظر ورود هستند. بگو وارد شود. خودت هم بیرون باش. درود بر بانو زلیخا. من به جناب پوتیفار قبطه میخورم که هر زمان اراده میکنند میتوانند از وجود مشاور حکیمی چون شما بهره مند شوند، ولی ما دستمان کوتاه است. به خاطر ندارم که بانو احضار کرده باشند و اطاعت امر نکرده باشند. پیش از این بیشتر جویای حال ما میشدید، اما مدتی از ستاره ها هم دست نیافتنی تر شده. اکنون که در زمین و در محضر بانو زلیخا هستم، اگر امری هست بفرمایید. بسیار خوب. وقت پیشکار بزرگ را زیاد نمیگیرم. بنشینید، خواهم گفت. یکی از زنان اشراف تبس به همسر خود خیانت کرده است. لحظاتی پیش این مطلب رو شنیدم. خیلی ناراحت شدم. به نظر شما با این زن چه باید کرد؟ یا بهتر بگویم یوزارسیف درباره این زن چه حکم می‌کند؟ برای حکم کردن دانستن جزئیات بیشتری لازم است. مثلا باید دید خیانت این زن برملا شده یا نه. آیا او این خطا را فاش میگوید یا از برملا شدن آن شرمنده است؟ آیا کنیز زرخرید بوده یا زنی آزاد؟ آیا فرزند دارد یا ندارد؟ آیا شوهر این زن او را دوست داشته و علاقهش را ابراز میکرده یا نه؟ آیا همسر این زن او را از هر نظر تأمین میکرده یا در مضیقه و تنگنا قرار میداده؟ باید دید او به کدام آیین است و چندین سوال دیگر. این همه سوال برای یک قضاوت؟ بیهوده نیست که پوتیفار در همه امور با شما مشورت میکند. تا پاسخ این سوالها و چندین سوال دیگر روشن نشود حکم درستی نمیتوان داد. من پاسخ هیچ یک از این سوالها را نمیدانم. فقط شنیدم عاشق شده است. باور نکنید بانوی من، عشق مقدس است و عاشق اهل خیانت نیست. کار دل است. دلیل و منطق نمیشناسد. عاشق ناپاکی را به حریم پاک و مقدس دل راه نمیدهد. هوس را نباید عشق معنی کرد.
ببینم یوزرسیف، آیا تا کنون عاشق شده ای؟ آری. او کیست؟ کسی که مرا با عشق خود به سوی معبود حقیقی رهنمون شد. پدرم. چه کسی گفت وارد شوید؟ مگر استبل چهارپایان است؟ چشم چشم. پیر شده اما عاقل نشده. او شما را دوست دارد و خود را محرم خلوت‌های شما می‌داند، وگرنه سرزده وارد نمی‌شد. بگذاریم. سوالی دارم که در پاسخ آن مختارید. آیا تا کنون کسی به شما مهر ورزیده است؟ آری. مهرورزی و ابراز علاقه اطرافیان برایم جز رنج و مشقت حاصلی نداشته. اما هم فاقه به خاطر علاقه وافری که به من داشت حسادت برادرانم را بر علیه من برانگیخت و ابراز محبت پدرم مرا به قهر چاه و اسارت و درد فراق مبتلا. نه منظور من اینها نیست. سوال من در مورد ابراز علاقه زن هاست. خیر بانوی من، گهگاه سنگینی نگاهشان را احساس می کنم اما به آنان توجه نمی کنم. بسیار خوب، می توانید بروید. در مورد آن زن هم سوال می کنم. در صورت لزوم با شما مشورت خواهم کرد. سنگینی نگاهشان را احساس می کنم اما توجهی نمی کنم. اتفاقی افتاده بانوی من؟ فراموش کرده که یک برده است. با کنایه به من میفهماند که به ابراز علاقه من بی تفاوت است. حق دارد. پاسخ اشراف زاده ای که مهر برده ای را در دل میپرورد همین است. خواهیم دید. از این پس هر چیزی برای او ارزش قائل نخواهم شد. چرا او را از قصر بیرون نمی کنید؟ اصلا چرا او را تبعید نمی کنید؟ با وجود پوتیفار از علاقه او به یوزرسیف بیخبری؟ با این وضع تصمیم شما درست است. بی توجهی. هرچه زودتر مقدمات یک جشن با شکوه را فراهم کنید. میخواهم خود را در عیش و نوش غرق کنم. یوزرسیف در خیال خام است. آنقدر فکر و روح خود را مشغول کنم که دیگر جایی برای او باقی نماند. این مجلس برای خوشگذرانی شما تدارک داده شده. مایلم که بسیار خوش بگذرانید و شاد باشید.